سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه چند قدم دورتر از ما نشست خبری برگزار کرده ایستاده است، اما به ما اجازه ندادند که در این نشست شرکت کنیم. نمایندگان وزارت کارهای خارجه روسیه گفتند تنها به نمایندگان رسانه‌های دولتی روسیه اجازه داده می شود که صحبت سرگئی لاوروف را ثبت کنند. سرگئی لاوروف بعد شرکت در نشست وزیران کارهای خارجه اتحادیه دولت‌های مستقل به اینجا آمد و حالا ما نمی‌دانیم که او درباره چه صحبت دارد. پس از انجام این نشست خبرنگار نسایش وریم تلاش کرد به سؤال خود از لاوروف پاسخ بگیرد، ولی در جواب لاوروف گفت به طاووس‌ها هم صحبت شود. Господин Лавров, разрешите вопрос от представителей иностранных СМИ. А нас не пустили. Сказали, что по вашему поручению. نشست وزیران کارهای خارجه اتحادیه دولت‌های مستقل در دوشنبه 2 ساعت پس درهای بسته ادامه کرد. در این نشست وزیران کارهای خارجه عضو اتحادیه دولت‌های مستقل شرکت داشتند. کرسی اوکراین در تالار خالی بود و این کشور را تنها پرچمش نمایندگی می‌کرد. خبرنگاران را تنها به قسمت افتتاحی آن راه دادند. نمایندگان اتحادیه دولت‌های مستقل بعد انجام جلسه گفتند وزیران 11 مسئله را بررسی کردند. این مسئول سازمان تصدیق کرد که اکثر قرارها بدون بحث قبول شدند. Особое внимание в ходе заседания в узком формате. در جریان جلسه محدود بیشتر با مسئله‌های هماهنگسازی در مسئله‌های سیاست بیرونی کشورهایمان در این شرایط مشکلی وضع بین المللی تمرکز کرده شد. نمایندگان سیاست خارجی کشورهای عضو ایدم در این باره گفتند و از همه مهم به فعالیت هماهنگ شده در صحنه سیاست خارجی به خاطر حمایت از هر کشور عضو راضی شدند. اتحادیه دولت‌های مستقل یک سازمان زیر نفوذ روسیه است که کشورهای سابق شوروی را متحد می‌کند. سالهای گذشته گرجستان از این سازمان خارج شد و اوکراین هم چند سال است که به جلسه‌های آن نماینده نمی‌فرستد. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.